الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. خدمت صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، خواهران بزرگوار و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون استقبال از ماه مبارک رمضان اشاره نمودیم. یکی از اموری که از مرتبط به استقبال از ماه مبارک رمضان بود، مسئله دانستن احکام و مسائل فقهی که مرتبط به ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان می شود. اموری که در ماه مبارک رمضان واجب، لازم و یا اموری که مستحب، سنت، اگرچه نمی توانیم تمام موضوعات و احکام روزه را در این جلسه که وقتش بسیار محدود هست بیان کنیم، باز هم من باب تذکیر، من باب بیان، تا اینکه متوجه بشیم چی اموری در رمضان واجبه، چی اموری سنته، چی اموری آدابه، چی اموری را باید انجام بدیم و از کدام مسائل خودداری باید بشه. اولا از مواردی که واجب، لازم، مسئله نیت هست و نیت هم ما و شما میدانیم که محل آن کجاست؟ قلبه. انما الاعمال بالنیات. وقتی شخص روزه میگیره باید نیت روزه گرفتن را داشته باشه، باید نیت عبادت را داشته باشه. پس از امور واجبه و لازمه مسئله نیت هست. دوم مسئله امساک هست. واجبه، لازمه، ضروریه مسئله امساک، یعنی بازداشتن نفس خود را از خوردن و نوشیدن و از مسائل جنسی که مسئله جماع هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. پس از جمله واجبات و ضروریات روزه ماه مبارک رمضان، خلاصه روزه اینه که انسان باید امساک داشته باشه، خودداری کنه از خوردن و نوشیدن و مسائل جنسی و مسئله جماع. سوم مسئله شروط روزه هست. چی کسی روزه بگیره؟ دارای چی شرایطی باشه؟ شروط روزه گرفتن اینه که مسلمان باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، مقیم باشه، قادر باشه، مانع شرعی وجود نداشته باشه. یعنی قضیه مسئله که مرتبط و ارتباط به زنها هست، در حال حیض و نفاس نباشه. پس این مسائل باید کسی که روزه میگیره باید متوجه باشه و این مسائل رعایت کنه. مسائل دیگری که ارتباط به ماه مبارک رمضان و ارتباط به شخصی که روزه میگیره،
گفتیم که بعضی واجبات هست، بعضی مستحبات هست، بعضی آداب هست. از جمله مستحبات و از جمله آداب ماه مبارک رمضان اینه که تأخیر سحری. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند تسحروا فإن فی السحور برکه. شما سحری داشته باشید چون در سحر برکت هست. بعضی انسان ها به خاطر که خواب دارن سحر بیدار نمیشن. بعضی انسان ها به خاطر اینکه میگن من چیزی نمیخورم چرا بیدار بشم، ولو که جرعه آبی باشه، برخیز جرعه آبی بنوش، از او لحظاتی که و از او برکاتی که الله در سحر گذاشته مستفید میشی. اشتها هم نداری برخیز، نمیتوانی، بالاخره خسته و مونده و زله هستید، ولو که به جرعه آبی و نوشیدن جرعه شیری برخیز. پس از جمله آداب و مستحبات مسئله تأخیر در سحری هست. مسئله تعجیل در افطار. سحر را تأخیر کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از سحری وقتی که نماز میخواندن، 2 رکعت نماز میخواندن و در او 50 آیه قرآن تلاوت میشد، نماز صبح میشد. تأخیر میکردن در سحری و همچنین تعجیل، عجله میکردن به افطار. و مجردی که صدای الله اکبر بلند میشه افطار کن، نگذار تأخیر بشه. سنت رسول صلی الله علیه و سلم هست. این افطار اگر به خرما باشه بهتر، خرما نبود به آب باشه، اگر به جرعی از شیر باشه، خلاصه به هر چیزی که هست تلاش بشه و کوشش بشه که روزی حلال باشه. هر چی که میخواه باشه روزی حلال باشه. همچنین از جمله آداب و سنن و مستحبات ماه مبارک رمضان استعمال مسواک هست. بعضی در ماه مبارک رمضان خودداری میکنن از مسواک. بناهن باید استفاده بشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند لأن السواک مطهرة للفم مرضاة للرب. دهان را پاک میکنه و رضایت الله سبحانه و تعالی به دست میآید. و همچنین از جمله آداب و مستحبات مسئله مسابقه در کارهای خیر هست. فاستبقوا الخیرات، به کارهای خیر باید سبقت گرفته بشه. کمک به فقرا و مستضعفین، به بینوایان، در مسائل عبادی، به نماز، به دعا، به تلاوت، به اینا همه باید. مسائل صله رحم، جود و بخشندگی، اینها جز آداب، جز سنن، جز مستحبات ماه مبارک رمضان هست. دعای وقت افطار، وقتی که افطار میکنید میخواهید که جرعه آب را بنوشید، این دعا را بخوان: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. الله اکبر. چه لحظاتی است این حلقومی که از ابتدای روز چیزی نخورده و ننوشیده، و این لبهای خشکیده‌ای که به فرمان الله خشک شده، و این رنگ پریده. چی لحظه است که تشنگی را دور می سازه. وقت افطار رگهای وجود را تازه می سازه و او اجر و پاداشی که الله وعده کرده او را ثابت نگه می داره. اگر الله سبحانه و تعالی بخواهه
این تشنگی برطرف میشه، این رنگ پریده برطرف میشه. الله اکبر. پس این دعا را فراموش نکنید. ذهب الظمأ وابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. همچنین از جمله آداب و سنن ماه مبارک رمضان نماز تراویح هست، قیام اللیل هست، نماز تهجد هست. و همچنین از آداب و سنن ماه مبارک رمضان اینه که انسان در رمضان نباید زیاد پرخوری داشته باشه. هدف روزه اینه که انسان طعم گرسنگی بچشه تا از حال فقرا و مستضعفین واقف بشه. و همچنین از جمله آداب و سنن ماه مبارک رمضان اینه که اذکار صبح و شام خوانده بشه تا این نفس عادت بکنه که غیر از ماه مبارک رمضان هم اذکار صبح و شام بخوانید و به او مداومت داشته باشید. از جمله آداب و سنن ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن هست در شبهای ماه مبارک رمضان. و همچنین از جمله آداب و سنن اینه که به جلسات قرآنی حضور پیدا کن، با آیات قرآن تفکر و تدبر داشته باش و خود را آشنا به معانی قرآن بساز، چون رمضان ماه قرآن هست، ماه نزول قرآن هست، ماه بهار قرآن هست. همچنین از جمله مستحبات و سنن در ماه مبارک رمضان مسئله عمره هست که انشالله پیرامون بحث عمره، پیرامون فضائل قرآن و پیرامون نماز تراویح و قیام اللیل انشالله مفصل صحبت میشه. پس اینها مسائلی است که مرتبط میشه به ماه مبارک رمضان. از جمله موضوعاتی که انسان باید خودداری بکنه در ماه مبارک رمضان، از اموری که روزه ما را خدشه‌دار میسازه، شاید خیلی از مسائل پیش بیایه که به سرحدی برسه که روزه ما را فاسد بکنه و روزه ما را از او کیفیت و از اون معنویتی که الله سبحانه و تعالی در او گذاشته شاید کم و کاسته بشه. پس باید از این امور خودداری بشه. کدام امور؟ در ماه مبارک رمضان خیلی باید متوجه باشید. وقتی روزه دارید، دیدن فیلم های مبتذل همیشه گناه است، در هر وقت سال دیدنش گناه است. اما در ماه مبارک رمضان متوجه باشید که اجر و ثواب از روزه کم میکنه. متوجه باشید که از این مسائل خودداری بشه و مسائلی که انسان باید خود را دور بسازه در ماه مبارک رمضان مسئله استمناء هست و مسائلی که حتی شریعت مقدس اسلام برایش حلال کرده، اما در وقتی که روزه داره باید خودداری بکنه. بازی با همسر خود، مسئله بوسه زدن همسر خود اگرچه اشکالی نداره، اما اگر میدانستید و با نفس خود اطمینان نداشتید که شاید این بوسه زدن و این بازی شاید سرانجام به مسائل بزرگتر کشانده بشه، باید انسان خودداری بکنه. از جمله مسائلی که باید متوجه باشه شخص، قی عمدی، اگر عمدن کسی قی میکنه روزش فاسد میشه، از بین میره. اینها را باید یک شخص روزدار بفهمه و بدانه. همچنین
یک شخص روزدار باید متوجه باشه که اگر کسی در ماه مبارک رمضان برایش حرف نادرست میگه، یعنی حرف زشت میگه، او باید در جواب بگه اینی صائم، من روزدار هستم. و همچنین از مسائلی که باید شخص خودداری بکنه همیشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان، کسانی که معتاد به سیگار هستند، سیگار میکشن، اینها باید متوجه باشن، سیگار را ترک بکنن، خصوصا و بالاخص وقت افطار و وقت سحر. ماه مبارک رمضان آمده تا ما را مزین بسازه با لباس تقوا و خداجویی و امراضی که در وجود ما هست دور بسازه و اعمال زشتی که در زندگی ما هست دور بسازه. پس انسان باید خودداری بکنه. و همچنین شخص در ماه مبارک رمضان این را متوجه باشه چی میبینه، چی میگویه و چی میشنود. خیلی مهمه خواهر مسلمان، برادر مسلمان، در ماه مبارک رمضان وقتی چیزی را میبینی متوجه باش که در ذهنت بیایه اینی صائم. وقتی چیزی میگویید باید در ذهن تو بیایه اینی صائم. وقتی چیزی را میشنوی باید متوجه باشی که اینی صائم، من روزه دارم. چی ببینم، چی بگویم و چی بشنوم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اموری که واجب لازمه که در رمضان انجام بدیم و اموری که واجب و لازمه که او را ترک کنیم. و همچنین الله بر ما توفیق بده تا اینکه آداب، سنن و مستحبات روزه رمضان را رعایت نماییم، تا اینکه اصل و اساس هدف روزه را بفهمیم. روزه نیامده تا ما را لاغر کنه، روزه نیامده تا اینکه ما را ضعیف کنه، روزه نیامده تا اینکه انتقام بگیره. روزه آمده تا ما را اصلاح کنه. نفسی که در 11 ماه رفته طرف طغیان و سرکشی میخواه این را مهار کنه، میخواه که دست من و تو را این مهمان عزیز و دوست داشتنی ماه مبارک رمضان بگیره و به طرف فوز و فلاح و رستگاری سوق بده. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه از این دروس ماه مبارک رمضان درست و صحیح استفاده نماییم و در زندگی خود تطبیق بدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.